یک نفر میگه نزد حضرت انس روایت میکنه، میگه یک کس پیغمبر گفت هل تزوجت؟ زن گرفتی؟ گفت والله لا، گفت ما اتزوج به. حضرت قسم به بزرگی خدا زن ندارم، یک یگون مالی ندارم زن بگیرم. برادر از پیغمبر چیش گفت؟ گفت الیس لک قل هو الله احد؟ گفت سوره قل هو الله احد میدونی؟ گفت بله. گفت ثلث القرآن، این سیاق قرآن است. گفت الیس لک اذا جاء نصر الله والفتح؟ سوره اذا جاء را میدونی؟ گفت میدونم. گفت ربع القرآن، این چهارک قرآن است. همچنان گفت سوره کافرون میدونی؟ گفت میدونم. گفت ربع قرآن است، چهارک قرآن است. گفت سوره اذا زلزلت میدونی؟ گفت میدونم. گفت این از چهارک حصه قرآن است. بعد حضرت آخر گفت تزوج زن بگی. مقصد زیاد که سوره قرآن است، زیاد که تلاوت قرآن است. یعنی از مال، از زن و ای فرزند ده گفت تلاوت قرآن مهمتر است. برای می برادری عزیز، این قرآن خواندن یا قرآن تعلیم گرفتن این یگان زیان ضرر به جامعه ما، به یگان سیاست ما نداره. ای قرآن خواندی در حق جان دعا میکنی، برکت قرآن است که الحمدلله این ملک بین تنجی شوی، آماری شوی، اخلاق خوب شوی، همه ایو هم از طفیل قرآن هم از برادر عزیز. برای همین شیخ سعدی گفت همین را خرید داده کمو، یک انگشتری قیمت من خرید. بدر کرد ناگاه یکی مشتری، با خرمای از دستم انگشتری. یک آدمی هوشیار بود است، دیده در دست شیخ همین یک انگشتری قیمت است. یک دانه که خرما را آورد دادش، گفت بچه بگیره مرا انگشتری را. میگه انگشتری را دستم گرفت، چون نشناسد انگشتری طفل خور، چون نشناسد انگشتری طفل خور لبه با شیرینی از وی توانند بور. با شیخ سعدی گفت وقتی که من که کودک، مقصد طفل چی میدونه انگشتری چی است، چی مقدار ارزش داره، با یک دانه شیرینی انگشتری را مرده گریب بر رفت. لیکن مقصد حضرت چی است؟ تو هم قدر عمر خود نشناختی. ببین تو هم قدر عمر خود نشناختی که در عیش شیرین برانداختی. میگه شما هم، میگه همین خیل شما هم رنگ همون کودکی که انگشتری را قدرش ندانست، شما هم به قدر همین عمرتان، به قدر همین وقتان نرسیده، نشناخته. زین لحاظ والصلاة والسلام على رحمة لله العالمين وحجته على الناس أجمعين سيدنا وشفيعنا وحبيبنا وأسوتنا ومعلمنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه والتابعين إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برادران عزیز و گرامی، ما نیز در این نوبت خودمان همه شما را به این ماه بندگی، به این روز بندگی، به این بهترین شب در میان همه شبها تبریک و تهنیت میگویم و از خداوندی که بسیار بسیار مهربان است خواهان او را دارم که الله مهربان این طاعت و عبادت و بندگی را از یکایک ما و شما قبول بگرداند و آن مژده ها و آن بشارت های را که قبلا از
داملاهای بسیار عزیز شنیدیم. خدای مهربان ما و شما را با اون هدیه ها و با اون مکافات ها نائل و موفق بگرداند. در جوانی طاعتی چندان نکردم، وای وای، طاعتی شایسته رحمان نکردم، وای وای. در جوانی طاعتی شایسته مشکل می نمود، مشکلی خود را چرا آسان نکردم، وای وای. با پدر نااهل بودم، از غرور و جاهلی با برادر شفقت و احسان نکردم، وای وای. امر و نهی حق تعالی را نآوردم به جای، خواندم و دانستم و فرمان نبردم، وای وای. راهزنی ایمان مرا از راه حق گمراه کرد، پشت بر قول بدی شیطان نکردم، وای وای. عمر خود را صرف کردم در پی این نفس شوم، عمر را برباد دادم بی مناسب، وای وای. از برای توشه فردا نکاشتم دانه، یک گل از باغ عمل خندان نکردم، وای وای. اینما اموالکم اولادکم را خوانده ام، یک نظر بر آیت قرآن نکردم، وای وای. در پی نیکان نرفتم چون سگی اصحاب کهف، در پی نیکان نرفتم چون سگی اصحاب کهف. چند روز خدمتی مردان نکردم، وای وای. نه طواف کعبه و نه خدمت صاحب دلان، یاد حشر و تابعی میزان نکردم، وای وای. از قیام و از قعود و از رکوع و از سجود یک عمل مستوجب ارکان نکردم، وای وای. یا الها از کرم جرمی عزیزی را ببخش، زان که یک توبه برای آن نکردم، وای وای. عزیزی سمرقندی که ایر عزیزای خدا نسبت به عصرهای 19 میتیان، یعنی تصنیفات این عزیزی خدا برادران عزیز 200 سال پیش بود. به سوی ما و تو بود این اشارت، رسیدن آن عزیزان خود به مقصد. این وای وای که این عزیزای خدا گفتن میگد، این برای حال خودشان نیست برادران عزیز. رسیدن آن عزیزان خود به مقصد، این اشاره به سوی ما و شما بود. برادران عزیز و گرامی، حقیقتاً وقت خیلی نزدیک است، ولی من به طریق یک سوال برای شما یک صحبتی دارم. اگر برادران عزیز و گرامی از همه شما سوال کنند، کدام نعمتی هست که خدا به شما داده است و در بین اون دادگی های خدا با ارزشترینش همون است؟ کدام نعمتی خدا وقتی نصیب شما شد و در بین اونها قیمتترین همون نعمت کدام است؟ برادران عزیز، الله مهربان در سوره مبارکه ابراهیم آیت 34 میگد و این تعد نعمت الله لا تحصوها. الله را ببینین، ماها را کم ترک با یک بیاد مان میاره
که به پروای بد نباشیم، به اهمیتی بد نباشیم. خداوند میگه آنقدر نعمت برای تو دادم که با سوادترین همین مردم تاجیکستان اگر بیاریم نعمتهای خداوند حساب کردن میتوند. کجا از نعمت بیرون، حتی همین نعمتهایی را که در خود بدنهای ما و شما هست، همین را حساب کردن نمیتونیم. پس برادران عزیز و گرامی، همین است که حبیب خدا گفتند عملهای شما را جنت نمیبرد. گفتن حضرت خود شما را هم عملهاتون جنت نمیبرد؟ گفت خود من هم عملم جنت نمیبرد، مرا رحمت خدا به جنت میبرد. زیرا در عوض این قدر نعمتی که خدا داده است برادران عزیز، با عبادت اینها را ما به جا آوردن نمیتونیم. پس وقتی که نعمت هایی که خداوند برای ما و شما داده بوده است به عدد بوده است، در حساب اونها ما و شما که لال ماندگیم حساب کردن نمیتونیم. پس سوال همین است، با ارزشترین نعمت در بین این نعمت هایی که الله بر ما داد چی هست؟ شاید برادرای عزیز جوابها هر گونه باشد. ممکن شخص گوید که فرزند بهترین نعمت خداست. شاید نفر گوید مال و ثروت بهترین نعمت خداست. شاید دیگر آدم پیدا شود گوید که تن صحت بهترین نعمت است. شاید کسی دیگر پیدا شود گوید زیبایی که خدا به انسان داده است بهترین نعمت است. خلاص هر کی یک چیز میگوید. ولی بعد نعمت اسلام برادران عزیز، بهترین نعمتی که خدا به انسان داده است این وقت است. وقت. شاید برادران عزیز وقتی که من وقت میگم، ولی توغرل میگه بینای طاقتم را سوخت توغرل مصرعی بیدیل. توغرل میگه همین مصرهای بیدیل میگه تماما حیات ما دیگرگون کرد، مقصد جگرها ما سوزان. بینای طاقتم را سوخت توغرل مصرعی بیدیل که طاق عمرگر بیش کس ممکن نیست تعمیرش. یعنی مساله هایی که عمر می سازند برادر عزیز، اون مساله ها یکی همون وقت است. شاید برادر عزیز وقتی گپ درباره وقت می روه ممکن که نه آنقدر جالب باشد، نه آنقدر برای شما پسند باشد. برای چی؟ برای که شما به قدر همون وقت نمی رسین. وقتی که شما به قدر وقت نمی رسین، ارزش وقت که نمی دانین، حتی در گرد صحبت هم بسیار به تأثیر می مانند. ولی برادرای عزیز، علما چگونه حضرت داملا از آیت‌های قرآن، کلمه‌های قرآن، حرف‌های قرآن برای ما و شما بیان کردن، علما میگن در قرآن 74 جا خداوند با شب قسم خورد، 54 جا با روز قسم خورد. ببینید خداوند میگه واللیل اذا یغشی والنهار اذا تجلی. خدای مهربان میگه والضحی واللیل اذا سجی. خدا میگه والفجر. خدا میگه ولیال عشر. خدا میگه والعصر. ببین خداوند به چیزهای قسم میخورد که اونها ارزش دارند. الله را ببین به وقت قسم میخورد که این شب و روز، این زمان، اینها ای وقت عبارتند. زیلهاز برادرای عزیز، شاید که ما باز تکرارم شود، ما به قدر وقت نمی رسیم. آیتی هست برادرای عزیز در سوره مبارکه مؤمنون، آیت 99 و 100: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم.
اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعوني لعلی اعمل صالحا فيما تركته كلا انها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ الى یوم یبعثون. صدق الله العظیم. برادرای عزیز، وقتی خدای مهربان جان ما را میگرفته است، معنای آیت همین است. وقتی که دیگر ما بی جان میشویم، وقتی که الله دویم باره جان در ما بر میگرداند، ما از خدای مهربان چی خواهش داریم؟ میگیم خدای مهربان رب ارجعونی، ما را یک بار دیگه به دنیا بر نمیگردانی. برادر عزیز، این دنیا چی دارد که ما برای این از خدای مهربان بازگشت دویم باره داریم؟ ولی در یک حدیث خواندم که بغیر شهید هر کسی را که میگفتند که دویم باره میخوای که دنیا برای، میگفته است نمیخواهم. میگفتن برای چی نمیخوایی؟ میگفته است اگر 100 سال که معیشت کنیم، سکرات مرگ دهان ما را تلخ کردگی ای. یعنی آن مشکلاتی را که ما در حالت مرگ کشیدگیم، هیچ وقت بازگشتی به سوی دنیا دیگر نمیخواهیم. ولی حضرت مولوی خدا رحمت کند جنونی را میگه همه لذات این فانی به می خوردن نمی ارزد. می برادرای عزیز، این می که امروز مردم دیوانه کرده یا درآمد پولش برای مثال بعضیا بسیار فایده‌ناک بعد از مراد از این می این نماز است، مراد از این می این محفل های خیر است. همه لذات این فانی به می خوردن نمی ارزد. نباشد نشعه وصلش به یک سوزن نمی ارزد. به جان پیوند نمرود است، راحتگاه فرعون است. به نزد عاشقی صادق به یک ارزن نمی ارزد. حضرت عبی چی میگه؟ که من زین رنج دنیا میکشم از بحر دیدارش، وگرنه این به یک دم بزم جان کندن نمی ارزد. همه این مهنتی من برادرای عزیز میگه به خاطر آن است که با دیدار الله برسون، و الا همه دنیا را به تمام لذتش جمع کو به یک بزم جان کندن نمی ارزد. این ارزش هم یک جان کندن ندارد. پس برادرای عزیز، از خداوند برای چی این بنده طلب میکرده؟ اینجا میگه لعلی اعمل صالحا فیما ترکت. خدایا من در دنیا در وقت بسیار به اهمیتی کردم، در وقت تماما اهمیت ندادم. میخواهم که همون به اهمیتی هایی را که در دنیا کردم، وقت های بیهوده را که گذرانیدم، میخواهم جبران او را با عمل صالح بگردانم. میخواهم که عمل های صالح کنم. میخواهم پایبند زیادتر حسنات شوم تا در پیش تو آمده و از اهل خجالت نباشم. این خیلی آیت ها برادرای عزیز در قرآن خیلی زیاد است. و انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی احدکم الموت فیقول ربی لولا اخرتنی الى اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین ولا یؤخر الله نفسا اذا جاء اجلها والله خبیر بما تعملون. از سوره مبارکه منافقون. بین اینجا دم مردک زاره میکرده خدای یک تکمالش در دنیا که مانده است، وقتی پیش خدا که میرفته زاره میکرده است، میدیده است که دیگر از این ممسیکی و از این مقصد دستی بیچاره را نگرفتم، زاره میکرد خدای بگردانم باز پس برم تا که همون مال ما در راه خدا صرف کنم، بگردان تا برم عمل صالح کنم. همه این آیت ها برادر عزیز دلالت به بزرگی وقت میکنن، دلالت به بزرگی وقت. اینجا برادرای ما درباره آیت های قرآن گفتن. من دیروز برادر عزیز اکای پیش خودم همه تلفن سکوندمیر دارد کو ثانیه را حساب میکنه 1 2 3 و 4 و 5. به خدای مهربان قسم که من خودم یک تخمین کم همون سکوندمیر شاکر جخیدم گفتم که در 1 مینوت من چند بار این سوره فاتحه را خوانده میتونم. همون را زیر کردم. الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. خب آمدم ولا الضالین آمین خواندم، باز خواندم. در 1 دقیقه برادر عزیز 5 بار سوره فاتحه خواندم. علما میگن در یک سوره فاتحه را خواندن 600 ثواب است.
تصور کن در یک دقیقه 5 بار 3000 ثواب در یک دقیقه. ببینید چقدر ما اهمیت نمیدیم. یک دقیقه در آدم میتواند 3000 ثواب صاحب شود. بهترینی یا گویم از همه حمدی که نزد خداوند محبوب و بالاست کلمه لا اله الا الله در یک دقیقه تا 50 بار 60 بار بگو. همچنان تخمین کردم 15 بار سوره اخلاص در یک مینوت خواندم. برادر عزیز ما میتونیم اینا بین 45 میشود 5 مینوت دیگه مونده است. ای کی میشود گفتم کی میشود قد میگذرونیش. اگر همون 5 دقیقه ده تا اگر از امینا از ذکرها اگر بگذرانی بین چقدر ثواب دیگر در رمضان جمع میشه. زندگی هاست برادرای عزیز وقت بسیار. حتی حسن بصری یک سخن زیبا داره، میگه وقتی که آفتاب روشن میشید است روزی نو که می آمده است، میگه همین روز به آدمیزاد میگفته است ای فرزند آدم من شاهد همه کارهای تو هستم، پایبند کارهای خوب شو تا زیرا اگر من رفتم دیگر بازگشت ندارم. حقیقتا برادرای عزیز وقت کشتن وقت گذرانیدن راهش زیاده ولی وقت زنده کردن راه نداره. وقت کشی آسانه ولی وقت زنده کردن نیست برادرای عزیز و گرامی. یک قصه شیخ سعدی میارد، میگه ز عهد پدر یاد دارم همه، ز عهد پدر یاد دارم همه که باران رحمت بر او هر دمی. در آوان طفلین لوح و دفتر خرید، ز بهرم یکی خاتم زر خرید. شیخ سعدی میگه خدا که پدر ما رحمت و مغفرت کنه دست ما گرفت، میگه و بردکم مقصد بازار کتابم خرید، لوازمات مثال تعلیمی را گرفت، حتی یه لوح هم برای قرآن خوانیم گرفت. ولی دادرای عزیز ما و شما عجیب شدگیم، همین قدر از قرآن خوانی دور شدگیم. نمیدانم برای چی سببه که شما قرآن نمیخوانید. یک نفر میگه نزد حضرت انس روایت میکنه، میگه یک کس پیغمبر گفت هل تزوجت؟ زن گرفتی؟ گفت والله لا، گفت ما اتزوج به، حضرت قسم به بزرگی خدا زن ندارم، یکی یگان مالی ندارم زن بگیرم. برادر از پیغمبر چیز گفت الیس لک قل هو الله احد، گفت سوره قل هو الله احد میدونی؟ گفت بله. گفت ثلث القرآن، این سیاق قرآن است. گفت الیس لک اذا جاء نصر الله والفتح، سوره اذا جاء را میدونی؟ گفت میدونم. گفت ربع القرآن، این چهارک قرآن است. همچنان گفت سوره کافرون میدونی؟ گفت میدونم. گفت ربع قرآن است، چهارک قرآن است. گفت سوره اذا زلزلت میدونی؟ گفت میدونم. گفت این از چهارک حصه قرآن است. بعد حضرت آخر گفت تزوج زن بگی. مقصد زیاد که سوره قرآن، زیاد که تلاوت قرآن، یعنی از مال از زن و ای فرزند ده گفت تلاوت قرآن مهمتره. برای می برادری عزیز این قرآن خواندن یا قرآن تعلیم گرفتن این یگان زیان ضرر به جامعه ما به یگان سیاست ما نداره. ای قرآن خواندی در حق جان دعا میکنی، برکت قرآن که الحمدلله این ملک بین تنجی شوی، آماری شوی، اخلاق خوب شوی، همه ایام از طفیل قرآن هم از برادر عزیز. برای همین شیخ سعدی گفت همین را خرید داده کمو، یک انگشتری قیمت من خرید. بدر کرد ناگاه یکی مشتری، به خرمای از دستم انگشتری.
یک آدمی هوشیار به دست دیده در دست شیخ همین یک انگشتری قیمت ای یک دانه که خیرما را آورد دادش گفت بچه بگیره مرا انگشتری را. میگه انگشتری را دستم گرفت، چون نشناسد انگشتری طفل خور، چون نشناسد انگشتری طفل خور لبه با شیرینی از وی توانند برد. با شیخ سعدی گفت وقتی که من که کودک مقصد طفل چی میدانه انگشتری چی ای چی مقدار ارزش داره، با یک دانه شیرینی انگشتری را مرده گریب بر رفت. لیکن مقصد حضرت چی ای؟ تو هم قدر عمر خود نشناختی. ببین تو هم قدر عمر خود نشناختی که در عیش شیرین برانداختی. میگه شما هم میگه همین خیل، شما هم رنگ همون کودکی که انگشتری را قدرش ندانست، شما هم به قدر همین عمرتان به قدر همین وقتان نرسیده نشناخته. زین لحاظ برادرای عزیز اکو در این نسبت صحبت ها زیاد است. از این لحاظ من انشاءالله امیدم همینه که شما به قدر همون وقتی که میگن خب انشاءالله شما میرسین، احترامی مثال به وقت دارین، قدر وقت میکنین و در برابرش خدا خواهد شما نزد خداوند پاداش و ثوابتون میگیرید. برادران من پیش از آمدنم ای سحر همین قدر زنگ های زیاد شد که تمام مهاجر مسافرهایی که داریم در بیرون تاجیکستان همش خواهش کردن در حق من دعا کنین. آدمایی که اعتکاف شیشتن بیچاره همش خواستن که در حق من دعا کنین. اینجا در مکه داملو از نام یک مادر بیمارم گوشزد کردن که و یک چیزی دیگر عجیب گفتن. یک 3 زنک زنگم زد گفت داملو مقصد ما همین صحبت ها را خیلی مردم از اینترنت ها و دیگر قدی گوش میکنن. گفت ما زن دیمیم، همین مردکایی که زن دیم گرفتگی هم بگینشون که عدالت هم جاری کنن دقشون دعا کنیم که مقصد ما زن دیمیم تماما دیگر یگان سراغ و پی نداره. از این لحاظ گفت در حق همه همین ماها هم دعا کنن. گفته خدای مهربان همه برادرایی که درخواست دعا کردن تمنیات و مقصدهاشون خدا حاصل کنه و این محفل چی محفل خیری هست. خدای مهربان آن پاداش اجرهایی که در داخل این است برای همه شما الله مهربان نصیب بگرداند. ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق و انت خیر الفاتحین. آمین. اینجا پیش همین پیش شیشتنم همین شانه ما براوردم ریش ما شانه کامو من تا نگاه کم اینجا مردکای بیریش بسیار بوده. گفتم یکی خدای دادیشون میدروره حواسشون میکنه که همین ریش شانه کردن یگان تاکید که خداوند خیر بریش شیده باشین ریشاتون مونین یا هم انشاءالله پیروی از سنت پیغمبرمون این محبتی به پیغمبر خدا های انشاءالله ثواب زیاد میگیرین. خدا همتون نگهبان باشه. با تیلا برای مردان درست است یا نه؟ اگر نه برای چی عوض باید کرد؟ بر چی عوض باید کرد؟ یعنی امروز گویم که فتواشم صادر شده است، فتواهای اکای داملا محمدی هست، در فتوای محمودی هم بسیار یک بیانی خوب کردند که اگر ضرورت باشد ما و شما دندانها من تیلا هم کنیم باقی نداره. این اگر دندانهای پوسیده داشته باشیم خب دندانهایی که ما و شما را آزار میدهد اگر اونها را تیلا هم که کنیم ضرری نداره از روی ضرورت. لیکن از روی زیبایی و زینت در اسلام حرام است، هیچ وقت اجازت نمیدهد. لیکن اگر شما گویم که تیلا را هم یک طرف گذارین و از صدف یا از دیگر نمودهایی که الحال برآمده است سنگهایی که یعنی بسیار قیمتش از تیلا هم بالا است قیمتش فرفور میگوین یا که فاسفور میگوین چیزی میگوین اگر از اونها هم که کنیم با اینش بهتر. لیکن اگر با اون شرایط ما نرسید تیلا هم که کنیم رخصت است، اجازت است. دوم سوال، خوردن گوشت جیره، قشقلداغ، روغن خیرس و بسیار به مانند اینها به نیت طبابت درست است یا نه؟
برادر عزیز میگه یک شخص از حبیب خدا را پرسان کرد که حبیب خدا همین عرق در جسم آدم فایده دارد؟ در جسم گفت گویم که یک شکل طبابتی را دارد. حبیب خدا به جانب این مرچی گفت انه لیس بدواء ولکنه داء. این حدیث مسلم است. حضرت گفتن نه، گفتن عرق، گفتن این دوایی نیست، بلکه گفتن سر به سر درد است. گفتن انسان وقتی عرق می نوشد گفت هیچ فایده در جسم او نمی شود، بلکه سر به سر بدن او را درمند می کند، جسم او را ضعیف می گرداند، اعضاهای او را گویم باز بیمارتر می گرداند. این شفا ندارد. ان الله انزل الداء والدواء وجعل لكل داء دواء فتداووا ولا تتداووا بحرام. حبیب خدا گفتن پروردگار هم درد داده است و هم دوا داده است، هم درد دارد هم دوا دارد و از برای هر یک درد دوای هم پروردگار روان کرده است. و حبیب خدا گفتن شما دوایی کنید، لیکن فقط به چیزی حلال دوایی کنید، از حرام ها دور باشید. حضرت ابن مسعود چی میگوید؟ ان الله لم یجعل شفاءکم فيما حرم علیکم. در آن چیزی که الله و حرام گفته است در او شفا گذاشتگی نیست. شما به چیز حرام هیچ وقت طبابت نکنید. این است در باب گویم که با چیز حرام طبابت کردن. در حالت چیز حرام در فقه از آن جمله حنفی هم رخصت میدهند که اگر تمام حلال کرده ها را استفاده میبریم، تمام معالجه های دکتر را استفاده میبریم، میبینیم که هیچ فایده نمیشود، بعدا یگان طبیب حاذق، طبیب دانایی که اگر ما و شما را دلالتی با چیزی حرام کند، این حالت در اسلام برای ما رخصت میدهد که یک کم برای طبابت استفاده میبریم. اگر وقتی که تمام حلال کرده ها را ما و شما استفاده بریم. در برابر گویم همین میگن روغن خیرس گرم است، گوشت گوسفند هم گرم است، عسل هم گرم است، گوشت مرغ هم گرم است، بسیار چیزایی هستند که اینا هم میجازشان گرم است. شما میتونید با این حلال کرده ها، زیرا که وقتی که شما عرق نوشی را پیشنهاد کن یا یگان چیزی حرامه که خوردن گرفتین، این علاقه شما را عادت میکناند، شما علاقه عادتی میشوید. من گفتم مکتوب ها را خیلی کم نویسید، بسیار دراز می نویسند، تمام ترجمه شو می نویسند بعضیش. بسم الله الرحمن الرحیم. ز بسم الله بگشادم در راز، ثنای ذاتی بیچون کردم آغاز. السلام علیکم داملای شیرین سخن، ببخشید یگان میده وقتتان را گرفته، از شما یک دو جواب انیق را گرفتنی. من یک زنی گناهگارم داملای شیرین سخن، کسیته های شما را قریب که همه اشان را گوش کردم و باز من بسیارتر کتاب های دررت الواعظین و قصص الانبیا را میخوانم. باز من این قدر گناه بسیار میکنم. داملای مهربان، شما درباره پدر و مادر و شوهر را چخیل باید حرمت کردن بسیار سخن گفتید. من باشم از خدا می ترسم که من شوهرم را نزد دیده یکدیگر را گرفتیم و پدر و مادرم را از برای این شوهر شده آنقدر حرمتم نمی کردم. من را حاضر که عذاب و در میان ما که یکدیگر فهمی نیست عذاب می دهد. من باشم سرسختی را گرفته در زبانم اقلا یک مراتبه نمی آید که از آنها بخشش پرسم. از پدر و مادرش ده برای خاطر شوهرش ده، شوهر احترام میکند، یکدیگر را نقض دیدن، خب و با پدر و مادر ملال شدن، حتی میگوید که زبانم نمیگردد که از پدر و مادرم بخشش طلب کنم، ولی شوهرم را چهلی که گوید حرمت میکنم، اما او باشد از من ناراضگی همه وقته بیان میکند. وای مخلص شما هست اما با گفته هایتان نمی کند. با سخنهای قبیح دلم را سخت‌تر گردانیده است.
که من نماز 5 وقته را با غم و اندوه و گپ‌های ناراحتی او خوانده فراموشم می‌آید. این باشد باز یک گناهی من است. وی باشد دختربازی کرده مرا پس میزند. من باشم دو چشم بینا، 2 گوشی شنوا، شکرانه همه رساگی را دارایم و یک پسر هم دارم. وقتی که او بسیار از حد گپ‌های هرخیله میگوید ممکن گپش را میگردانم. چی جای دروغ؟ او مرا مجبور میکند که گپ گردانم. داملای شیرین بیان، از شما خواهش دارم دعای شما در نزد یزدان پاک قبول میگردد. در حق من دعای خیر کنید و من صبر جمیل دهد از شر شیطان ظالم، از بدیهای نفس اماره. خدا مرا نگاه دارد. خب التجا دارم باز یک بار دیگر به من مصلحت دهید که من چخیل حرمت شوهرم را کنم. از خدا می ترسم که در قطار روسیاهان نباشم. من آنقدر دختری با صبر نبودم. از وقتی که کسیته ها را کشاده گوش کردم خیلی هم با صبر شدم. در آخر به شما گفتنی هستم که خداوند صف شما ها را زیاد بگرداند. یعنی البته حرمت شوهر برای هر یک زن فرض است، لیکن حرمت پدر و مادرم از همه ضرور است. این معنای را ندارد که خواهرای عزیز شما احترام شوهر را کنین و پدر و مادر از شما ملال باشند. اون چگونه زبان است که برای بخشش طلب کردن نزد پدر و مادر خودت کشاده نمی شود. این چگونه احترام شوهر است و این چگونه مخلصی ما هست که زمانی که گوییم دختر بازی میکنه. این مخلصی ما هم نیست. مخلصی ما شخصی است که پیروی آیات‌های قرآن و پیروی احادیث‌های رسول اکرم است. این ما مخلص هم نمیگوییم. این مخلصی ما هم نیست. ما گویم از مخلصی این گونه شخصا را خط میزنیم. این مخلصی ما نیست. مخلصی ما کسی است که آن چیزی که ما پیشنهاد میکنیم با وی عمل کننده باشد. حبیب خدا میگوید ان رجلا قال، یک مرد پیش پیغمبر خدا آمد و گفت ما حق الوالدین علی ولدهما، حق پدر و مادر بالای فرزند چند قدر است؟ اندازش معین که ای حبیبی خدا. قال هما جنتک و نارک. این حدیث ابن ماجه است. گفت ای مرد، گفت همین قدردان که پدر و مادر دوزخ و بهشت توست. همین قدر بدان. گفت حقشان این قدر بلند است که جنت هم وابسته به پدر و مادرت است، دوزخ هم وابسته به پدر و مادرت است. اگر پدر و مادر از تو راضی باشد تو وارد جنت میشوی. اگر پدر و مادر از تو ناخوشنود باشد هیچ وقت تو گفت وارد جنت نمیشوی. برای همین این خواهر عزیز باید که از پدر و مادر گویم بخشش طلب کند و خدمت پدر و مادر انجام دهد تا که این بهشتی که الله برای وعده دارد با نصیب شود. اینجا حدیث های زیاد در این باب وجود دارد. حتی جوانی آمد گفت ای رسول اکرم میخواهم که جهاد کنم بزیدی و مقابل دشمنای خدا چی میگوی؟ گفت احی ابواک، پدر مادر زنده است؟ گفت بله پدر مادرم زنده است. ففیه ما فجاهی، حبیبی خدا گفت رو خدمت هم پدر مادر کن، اینم جهاد در راه پروردگار است. بین حکم جهاد بینین و قدر پدر مادر نظر کنین. برای همین هر یک جوانی که امروز اگر ملال باشین، پدر مادر از شما ناراضی باشد، شما اینجا آمده جمعه خوانین، شما اگر عالمی اگر گوییم آسمانی که شوین، در نزد خدا شما هیچ قدر منزلت ندارید تا زمانی که اگر پدر مادرتون راضی نمیگردانید. سلام داملای عزیز حاجی میرزا. ما یک گروه بچه ها از شهر دوشنبه، ما در بازار سخاوت سودا میکنیم. الان این بچه ها در همینجا اشتراک داشتند. این سوالا بر ما دادن که تعجیلا جواب گردانید. ما را میگویند که این خیل نماز نخوانید، دست ها زیر ناف نگیریم. ما چی خیل نماز خوانیم که مذهب امام اعظم تنقید میکنند؟
در حق ما بچه ها دعا کنین. خدای مهربان شما را عمر دراز و در هر قدم هاتون خدای مهربان حسنات نصیب بگرداند. این سوال در اینجا چند تا هست؟ 3-4 سوال است فقط در همین باب که یک گروه جوان ها ما را میگویند که زیر ناف دست هاتون نگیرید و اونها به حضرت امام ابو حنیفه هر سخنهای قبیح میگویند. برادرای عزیز، من عصبانی نمیشوم، من گویم که باید از روی تعصب به شما جواب نمیگردانم، لیکن این قدر میگویم که المسلم اخو المسلم، مسلمان برادر مسلمان است، لا یظلموه ولا یحقروه. مسلمان باید برادرش تحقیر نکند، مسلمان باید برادرش در دروغ نگوید، مسلمان باید مسلمان در یک دشمن تسلیم نکند، مسلمان باید نسبت یک برادر حسد نداشته باشد، مسلمان باید نسبت یک برادرش کینه نداشته باشد. راستی بار من چی گویم به آن شخصانی که چگونه زبان کشاده می شود و حضرت امام ابو حنیفه را ما و شما تنقید میکنیم؟ باور کنین آیا همین کدام شما را خوش می آید که نسبت حضرت امام ابو حنیفه که امروز اکثر دنیا پیرو مذهب امام ابو حنیفه هستند چگونه همین زبان کشاده می شود ما و شما حضرت امام ابو حنیفه را تنقید میکنیم؟ آیا حقوق داریم؟ همینده نداریم، حقوق هیچگاه حقوق نداریم. باور که همون جوانایی که برادر عزیز ابو حنیفه را تنقید میکنن همونها خودشان گمراه هستند، خودشان به عقل هستند، خودشان باور کنین اونها سلفی نیستند، اونها گمراه هستند. نگذارین برادرای عزیز، نگذارین که اونها در پیش شما این امامی که دنیا و اعتراف میکند میشناسد اونها تنقید کنند. شما اگر گوش اندازین در گوش کردنش گناهگار میشین، به خدا قسم. گوش کردنش ده وقتی یک آدمی عادی را گوییم، یک برادری که تماما سواد ندارد، خط ندارد، وقتی شما غیبت میکنید گناهگار میشوید. پس یک امامی که گوییم مجتهد است، اینقدر گوییم کتابها و مسئله ها را برای ما و شما کتابت کردن، چگونه در غیبت او ما و شما گناهگار نمیشیم؟ محترم اکای حاجی میرزا یک نفر مخلص شما از ناحیه کلخازآباد، زبیدالله، اینم الحال آمده است، خیلی سوالای تعجیلی به دست جوابشان میگردانیم. احترامانه از شما خواهش میکنم با این سوالی من جواب کرد. یک شخص یک پیاله عرق نوشید و از هوش بیگانه نشده باشد، نماز خواندن او درست است یا نه؟ برادر عزیز، میتونه ما سوره مؤمنون تلاوت کنیم، قد افلح المؤمنون الذين هم فی صلاتهم خاشعون. الله میگوید همان مؤمن نجات یافته اگر در نمازش خاشع باشد، در نمازش شکست دل باشد، در نمازش حضور دل داشته باشد. وقتی تو حرام کرده پروردگار را میخوری باز بالای جای نماز میبرایی، آیا در کجاست همون حضور دل؟ در کجاست همان خدا ترسی؟ کجاست؟ آخر آدم نماز میخواند که از خدا میترسد. ما 5 صفت مؤمنه از سوره انفال برای شما تعلیق کردیم. یکمش چی بود؟ انما المؤمنون الذين اذا ذکر الله وجلت قلوبهم. هر وقتایی که یاد پروردگار در پیش اونها کرده شود دلهای اونها ترسان باشد. از الله باید ترسان باشد. کجاست همون ترسی تو؟ کجاست همون نشانه مؤمنی تو؟ البته این نماز مثل همون حجی که آدم از پول حرام می رود حج میکند، حجش قبول لیکن از ثواب حج محروم است و هیچ ثوابی نمیگیرد. اگرچه این نماز فقهای ما و شما اگر درستم که گویند لیکن هیچ ثوابی ندارد، زیرا طلب الحلال فریضه علی کل مسلم است. حلال طلب کردنش به ذمه همه مسلمان چی است؟ فرض است که ما و شما از وجه حلال و لقمه حلال خوریم. در این جسمی که حرام کرده پروردگار را راه دادیم، حضرت ابوبکر صدیق چی گفت؟ گفت که از حبیب خدا حدیث را شنیدم، کل جسد نبت من الحرام فالنار اولی به.
هر جسدی که در او حرام کرده پروردگار در آمد، این جسد روز قیامت عذاب خواهد کشید. برای همین از عذاب پروردگار دور باش. این گونه نماز هم نیست باور کنید. گفتی شاعر نماز کسری صدق و صفا نیست، اگر در کعبه بگذاری روا نیست. اگر نماز از ترس خدا نباشد، نمازی که برای رضاگی خدا نباشد، این نماز اگر در کعبه که بخوانی نمازت نماز نمی شود. حرام خورده است نماز خوانده است، زنا کرده است نماز خوانده است، دزدی کرده است نماز خوانده است. این آخه مسخره کردن در اسلام می شود. دوم، یک شخص ناز کشید و طهارت نکردن نماز خواندن او درست است یا نه؟ همین نازکش کی تعریف کرده است؟ کجاست همه آدمی که همین ناز تعریف میکنه؟ حبیب خدا میگه کفا بالمرء اثما ان یضع من یقود. از روی گناه برای همون نازکش میگوید بسنده است که حق کودکاش در نازخری استفاده برد. اگر همون پولی که در نازکشی و سیگارت کشی اگر ما صرفش کردیم، این حق کودکا است. ما در روی گناه همینش میگد برای شما بسنده است. اگر ناز کشیدی طهارت کن، سیگارت هم کشیدی طهارت کن. این از روی تقوا هست، این از روی پرهیز است. زیرا حبیب خدا گفتن کسی پیاز میخورد، کسی سیر میخورد، کسی ترب میخورد، کسی پودینه میخورد، با مسجد ما نیاید. زیرا بدن او بوی میکند، ملائکه ها از وجود او میگریزند. وقتی ناس آیا بوی ندارد؟ همین ناس کو همین نزد یک دهن نازکش، یک دهنش تماشا کنیم، باور که دهان نازکش به دهان آدم مانند نیست. مانند نیست. نه دندانی حلال است، نه گوشت حلال دارد. یک بار گفته بودیم، بعضی آدم ها گفتن بسیار خوش آمد به مردم، لیکن باز میگویم که آفرین به همون زنی که در پهلوی نازکش خواب است. آفرین، باور کنید. انا مولانا میگه باید همون زن اگر فوکش بند در خواب کرد درست است. میگه درست است. خب سوم، جوانان و یک قسم آدمان حاضره با لباس آستین کلته و سریلیش نماز میخوانند. این درست است یا نه؟ با احترام مهمان شما زبیدالله، این برادر ما علاکه در اینجا مهمان بوده است. خدای مهربان در هر قدمش حسنات بنویسد. سریلوچ و آستین کلته در مذهب حضرت امام ابو حنیفه گویم کراهیت میگویند و خواندن سریلوچ و آستین کلته را. لیکن اگر ضرورت باشد باکی ندارد. اگر ضرورت باشد. اما و حصر و رأسی که عباره مختصر است، که این هم در اداره مفتیات اما یک گروه عالم ها یک جایه شدن و درباره سریلیچ و آستین کلته هم همونجا فتوا برآورده بودند که این از مذهب امام ابو حنیفه نیست. برای همین و حصر و رأسی میگوید، این سریلوچ نماز خواندن مکروه میگوید الا تذللا، مگر که از روی ضرورت. یعنی شخصی است که اداره نشین است، کارگر است، میآید سریلیچ یا آستین کلته نماز میخواند، اون ما حق نداریم که با اونها مثال سیاست کنیم و اونها را از سریلیچ و آستین کلته منع کنیم وقتی که ضرورت باشد. برای همین یک مراجعت دیگر دارم، این است که اگر امروز جوانایی که به مسجد می آیند خوب می شود که اولا همون یک عرقچینی که هست همون در جیبه هاتون جا کنین. از این قدر ملامت و از این قدر گپی مثال بلند شنیدن و از این قدر کشاکشی که در اطراف همین مسئله هست، بهترین صورت شمینه در همون جیباتون جا کنین. همین مسجد که در آمدید بالای سرت بکشش نماز خواندن بگیر. دیگر نه پهلوگید ملامتت میکند، نه کسی به طرف تو نظر میکند، نه کسی گویم ملا امام دیگر مثال گویم که مورد بحث و محاکمه قرار میدهد. بسیار خوب میشود. جوانای عزیز، اون قدر کاری وزنی نیست، اون قدر مشکلات هم ندارد. من یک عرقچین بالای سرت میمانده، برآمدی از سرت بگیر، رفتن بگیر باز. خب
و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. اینجا خیلی باز سوالهای مهم و ضرور باقی مانده بود. انشاءالله اگر میبینیم جمعه آینده اگر شود سوال جواب نشود، از همه اینجا در برادرای مهمان آمدگی بودن از ما بسیار خواهش کردند که در باب صبر در مصیبت و صبر از معصیت صحبت کنید که بسیار برای ما مهم است. گفته صبر در مصیبت و صبر از معصیت، این هم خیلی موضوع خوبی هست، موضوع لازمه هست. اگر خدا خواهد کوشش میکنیم که تا جمعه دیگر اگر تیار شویم این موضوع را پیشنهاد میکنیم، این موضوع را صحبت میکنیم. و الا اگر تیار نشدیم سوالای زیاد است، انشاءالله باز سوال جواب میکنیم. در مسئله سرولویچ و آستین کلته فقط پدرای عزیز و بعض برادرها سختگیری سخت نکنیم، بسیار سختگیری بد نکنیم. اگر میبینیم بعض جوانها هستن آمدن به مسجد، انشاءالله همون مسجد سرلیچ آمد، همون مسجد که در آمد همونجا ملا امام دارد، موعظه دارد، آهسته آهسته این جوان صاحب تاقی هم میکند، صاحب آستین دراز هم میکند. فقط سراسیمه نشوید، فقط درو ما و شما گویم جنجال و بحث و مناظره و دیگر از مسجد بیرون شو و ای چی کار است گفته و دیگر یعنی همون قباحت و همین سخنهای بد و درشت استفاده نبرید. اول شکر گویم که همین جوان مسجد می آید، خیلی شکرانه کردن در کار، شکرانه کردن در کار که امروز این جوانها در پهلوی همون شخصایی که دزدند، عرق نوشند، در قدی را بیکار و بینماز نشستگان در قطار اونها نیستند، بلکه آمده در مسجد اشتراک میکنند، این صحبت ما را گوش میاندازند و این صحبت گویم در دل و جان اونها تاثیر میبخشد و این شخص میشود در خانه تو یاردمچی، در خانه تو را و مادرش احترام میکند، با عائلش زندگی خوب میکند، آهسته آهسته همش میشود. فقط ما و شما سراسیمه نشویم، سختگیری بد هم نکنیم.